یعنی یه بسته هستش از خواجه‌لبی میگیری میای سمت هاشمیه، پول خوبی توشه. خلاف ارزش اشکای مادر نداره. راست میگی بو. یعنی یه شرکت هست ما هممون بنز می‌خریم. ببین تو میای زیر مجموعه من، بعد برای خودت هم زیر مجموعه میاری. چطوره؟ دنی بریم کافه بزنیم؟ مگه پول داری؟ پول نمیخواد که، دستگاه اسپرسو ساز میخواد. اصلا تو کتی دم میکنیم. بازش بریم سمت خسروی. برای چی؟ بریم اونجا یه دست کچلوار بخریم، بریم واسیم جلوی این خونه‌های مردم تولید محتوا کنیم، دوره بفروشیم. اگه میخوای دوره ما رو بخری عدد 5 کامنت کن. میگم بریم دبی؟ یعنی بریم جنس بیاریم؟ نه دیگه بریم. بابا اون داستان که مال پسرا نیست. راست میگی. وای دنی فهمیدم. بریم سوخوری کیلویی بفروشیم. دنی یه کار دیگه هم میتونیم میکنیم، آنلاین شاپ بزنیم. خب چی بفروشیم؟ قیمت دایرکت. خب چی بفروشیم؟ میگم قیمت دایرکت دیگه. دنی میگم کمپ بزنیم، رفیقامون همه عملیان. همینجا رو میگیریم کمپش میکنیم. املاکی بشین. سود داره؟ آره میریم فایل باقی رو میدوزیم. دنی فهمیدم چیکار کنیم. چیکار کنی؟ آجی ماشین آگهی میکنیم دیوار، بعد قیمتشو مفت میزنی. خب بعد که یارو بیانه زد بلاکش میکنی. داری چیکار میکنی؟ آجی میخوام باتیشو درارم. میدونی باتی چنده الان؟ روزی 2 تا باتی هم دراریم میبریم جمعه بازار میفروشیم. دنی بشین بریم. کجا بری؟ آجی روزی 2 تا 13 پرو مکس هم بزنیم مستمونه. بشین بالا. دنی دیگه راهشو پیدا کردم، استیکر گرفتم. کجا؟ بریم مترو دیگه، من آهنگ میذارم تو قرش بده یه پولی هم مردم بگیریم. امیر ما هیچ راهی واسه پولدار شدن نداریم. یعنی بازیچه دست یک پریزن هوسران نشین. شوگر؟ حاجی راهی نداری.